دوستی با دانا است. تشکر است. مکتبشان را به خانش بگیرند. الله الرحمن الرحیم. مطالعه مطالعه یعنی خواندن کتاب مجلل و نشریه‌های مفید برای یادگیری. انسان با مطالعه دانش خود را افزایش می‌دهد. مطالعه باعث پیشرفت و موفقیت شاگردان می‌شود. هر انسان باید عادت مطالعه را داشته باشد. تشکر از توجهتان. شاگردان عزیز، عادت‌های خوب مطالعه یک عادت خوب است که شاگردان را باید وقت مشخص برای مطالعه داشته باشند. مطالعه انسان را منظم و با انضباط می‌سازد. هر کس که مطالعه می‌کند موفق آخر شد. تشکر توجه. حالا از برادرمان مجیب الرحمن جان خوش آمدیم تا مطلبشان را به خوانش بگیرند. الرحمن الرحیم. کتاب ارزش آن. کتاب خیلی مهم است. کتاب به ما علم و دانش می‌دهد. وقتی کتاب می‌خوانیم چیزهای تازه یاد می‌گیریم. کتاب به ما کمک می‌کند تا خوب فکر کنیم و خوب حرف بزنیم. با خواندن کتاب ما باهوش‌تر می‌شویم. کتاب بهترین دوست انسان است چون همیشه به ما چیزهای خوب یاد می‌دهد. پس ما باید هر روز کتاب بخوانیم و از آن استفاده کنیم. تشکر از توجهتان. شعر را که به وصف علم تهیه نموده‌ام را به خوانش می‌گیرم. علم ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. بی هنر گرده وی بی جا کند رسوا شود. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه. با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود. آدمی هرگز نمی بیند ز سنگینی گزند. از سبک مغزی بشر چو سنگ پیش پا شود. سر فرو می آورد هر شاخه از بار آوری. می کند افتادگی انسان اگر دانا شود. قیمت گوهر شود پیدا به گوهر شناس. قدر ما در پای میزان علم پیدا شود. تشکر از توجه. معرفت باقی که سرکن بهار و ذکرم هر ذکر رفتن قلسم بار و ذکرم یعنی کردم دولتینده جنج خانی خلقی که başka çekmez intizar edecekler. Ezagar asla çiğtan. Bismillahirrahmanirrahim. شعر ساده درباره کتاب است یار مهربان و ما دهد علم و ایمان. صفحه به صفحه پر از نور میکند دلها را پر از شور. هر که کتاب را بخواند دانش حکمت بیابد. ما همه با هم میخوانیم راه خوبی را میمانیم. تشکر از توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. آن کتاب است که در صفحه‌های مطلب قصه‌های خوب نوشته شده است. برای که هر کس که بخواند بسیار چیزها را یاد میگیرد. از این سبب مرا چراغ میگویم زیرا چراغ خانه روشن میکنید. ذهن شما را از تنهایی نجات میدهد. هیچ وقت کسی از من آزرده نمیشود. پس نگهداری و کوشش کنید تا همیشه
با شما باشد خشم جان. تشکر از آرمان جان. و حالا از خواهر مطالعه کتاب بهترین دوست انسان است. مطالعه کتاب کتاب بخوانید. کتاب بخوانید. راز جهان را بدانید. بتوانید پرنده باشید بلکه برنده باشید. پایان گریه ها قاصد خنده باشید. کتاب بخوانید. برگ برنده باشه. پایان گریه ها حاسد خنده باشه. کتاب بخوانید. کتاب بیولوژی آدم بسیار دقیق می‌سازد. کتاب بیولوژی آدم بسیار دقیق می‌سازد. کتاب دل آدم خوب عمیق می‌سازد. کتاب دل آدم خوب عمیق می‌سازد. هر کتاب بخوانیم زندگی را بدانیم. هر کتاب بخوانیم زندگی را بدانیم. بتوانیم پرنده باشیم برگ برنده باشیم. پایان گریه ها حاسد خنده باشیم. کتاب بخوانیم. کتاب بخوانیم. کتاب بخوانیم. راز جهان را بدانیم. بتوانیم پرنده باشیم بلکه برنده باشیم. پایان گریه ها حاسد خنده باشیم. کتاب بخوانیم. دعا کنید که خار مذلت از ره خشم و پای بوسی مظلوم بینوا نرسد. دعا کنید که دیگر ز پیر راکت کور و گوش خبر در بلا نرسد. الهی آمین.